اگر دوست داری با زنجیر موتورت خداحافظی کنی از اینا استفاده کن. یا تا بهت یاد بدم چطوری زنجیرت رو به صورت اصولی سرویس کنی. چیزی که نیاز داری یه دونه از این فرچه ها یا حالا هر فرچه دیگه و فقط مواد شوینده. دوستان عزیز، برای شستن زنجیر به هیچ عنوان از اسپری WC، بنزین، گازوئیل استفاده نکنید. داخل این اورینگا یه سری روغن کارخانه‌ای هست که وقتی شما از بنزین یا اسپری WC استفاده می‌کنی این به مرور زمان از بین میره و دیگه زنجیر به درد نمیخوره. فقط از مواد شوینده استفاده کنید و این فرچه ها روش هم فقط بشورید. الان براتون میشورن، نگاه کنید. بعد از اینکه زنجیر رو شستین حالا خشکش کنید. به هیچ عنوان برای روغن کاری از اسپری گریس یا روغن سوخته یا روغن موتور یا خود گریس استفاده نکنید. بهترین حالت این روغنای اسکوتر با درجه سختی 80 90 یا 75 از اینا استفاده کنید. بهترین گزینه است. اینو بگیرید، برای یک سال هم کافیه. بعد خیلی راحت قشنگ سر حوصله اینو روغن کاری کنید. اگر فرچه دارید با فرچه، اگر نه با دست قشنگ بمالید. به هیچ عنوان موتورم روشن نکنید در حین کار روغن کاری کنید، خیلی خطرناکه. خیلی با حوصله از بالا و از پایین قشنگ روغن بریزید با دستتون، حالا یا فرچه اگر دارید قشنگ سطح زنجیر رو روغن کاری کنید به این شکل. نگاه کنید چقدر خوشگل روغن کاری شد. خب حالا برای تنظیم زنجیر نگاه کنید. یه زنجیر خیلی سفته. زنجیر باید 1 الی 2 سانت بازی داشته باشه. حالا اکثرا موتورها روی شاسیشون یه برچسبی داره که توضیحات رو نوشته، حالا موتور روی نیست. حالا نشونتون میدم. نگاه کنید، اینم نمونهش توضیحات کامل نوشته. خب اینم تقریبا اوکی شد. نگاه کنید تقریبا 1 2 سانت بازی داره. باز یه مقدار از این باید شلتر باشه ولی خب الان خوب. اینم از اتمام کار.